انصاف داشته باشین. شما 70 80 تومن به نفع خودتون باشه، 400 تومن به ضرر مردم باشه. هاشا و کلا اگه من منان رئیسی نماینده مردم سکوت کنم در مقابل این اجحاف دیگه. اجحاف دارین میکنین به مردم. شما دارین پول اضافه از مردم میگیرین. اگر دروغ میگم یعنی تکذیب کنین. میگن که اگر ما بریم به سمت توسعه افقی هزینه اداره شهر زیاد میشه. چرا؟ چون شما معابرت بیشتر میشه، آسفالت، زیرساخت‌ها، نمیدونم لوله کشی آب، فاضلاب، برق، گاز. خب حالا من خدمتتون یه 3 4 دقیقه توضیح بدم. من یه نامه رسمی از وزارت راه و شهرسازی دارم، هنوز منتشرش نکردم. اگه لازم بشه حاضرم اینو منتشر کنم. خود یکی از معاونت‌های وزیر رسما اعلام کرده که هزینه یا آماده سازی زمین به ازای هر هکتار 7 میلیارد تومنه. خب هر هکتار چند متره آقای مقصودی؟ 10000 متره. تقریبا نصف مساحت یه سایت مسکونی، یه سایت شهری نصفش میشه مسکن، نصف دیگه‌ش هم میشه خیابون و معابر و مسجد و نمیدونم مدرسه و اینجور چیزا. یعنی تو یه هکتار ما چقدرشو مسکن میسازیم؟ 5000 متر مربع. اگر با این الگویی که حقیر عرض کردم زمین رو بدیم دست خود مردم، حالا زمینای خیلی بزرگ هم ما نمیگیم، فعلا از کمش شروع کنیم تا انشالله گام بعد پله پله. زمین 200 متری رو بدیم دست مردم. تو 5000 متر چند قطعه زمین جا میشه؟ میشه 25 تا 200 متر، درسته؟ هر زمین هم بخوایم 2 طبق بسازیم، 25 تا 2 طبق میشه 50 تا خانواده، درسته؟ یعنی هزینه آماده سازی زمین تو الگوی ویلایی که حقیر میگم به ازای هر 50 خانواده میشه چقدر؟ میشه 7 میلیارد تومان. تقسیم کنیم ببینیم سهم هر خانواده چقدر میشه. سهم هر خانواده میشه 140 میلیون تومان. 7 میلیارد تقسیم بر 50 دیگه. حالا اگر به جای الگوی حقیر بریم به سمت عمودی سازی، الان متوسط ارتفاع قد شهر تهران متوسطش 5 طبقه است. متوسط 5 طبق یعنی چی؟ یعنی 4 تا روی پیلوت، درسته؟ 4 تا روی پیلوت یعنی چند خانوار؟ اگر تک خانواری باشه هر طبق میشه 4 خانوار. یعنی نسبت به الگوی حقیر چند برابر بیشتر میشه؟ 2 برابر بیشتر میشه. اونجا میشه تو هر پلاک 2 تا خانواده، تو عمودی سازی تو هر پلاک میشه 4 تا خانواده، 4 تا رو پیلوت. خب یعنی تعداد خانواده‌ها میشه چند تا توی یه هکتار؟ میشه به جای 50 تا میشه 100 تا. سهم هر خانواده میشه چقدر؟ 7 میلیارد تومان. تقسیم بر 100 خانواده سهم هر خانواده میشه 70 میلیون تومان. خب هزینه آماده سازی زمین به ازای هر خانواده چقدر کم شد؟ اونجا 140 تومن بود تو افقی سازی، تو عمودی سازی سهم هر خانواده میشه 70 تومن. یعنی اگر عمودی بسازی هزینه آماده سازی زمین برای هر خانواده 70 تومن کمتر میشه. اما این امای چیز مهمش رو دقت بفرمایید، شما تو عمودی سازی کلی هزینه‌های پنهان تحمیلی داری به همین خانواده. درسته اونجا 70 تومن کمتر پول زیر ساخت میدن، ولی به جاش نزدیک به 25% تا 30% پول اضافه میدن بابت هزینه ساخت. مثلا مثل چی؟ مثل هزینه مشاعات، لابی، پیلوت، آسانسور، راهرو بین واحدات تو هر طبقه. اینا هزینه مشاعاتیه که تو الگوی افقی شما این هزینه‌ها رو از مردم نمیگیرین. خب 25% تا 30% مساحت ساختمان تو مجتمع عمودی مشاعاته. یعنی یه واحد 100 متری اگه میدن دست مردم دارن پول 130 متر رو ازشون میگیرن. متر مربع الان هزینه ساخت چقدره؟ دوستان بینندگان خودشون قضاوت کنن دیگه. متری تقریبا 15 تومن هزینه ساخته، یه چیز متوسط. شما داری 30 متر اضافه تر پول میدی توی واحد 100 متری. 30 تا 15 تومن میشه چقدر؟ میشه 450 میلیون تومن. اونجا 70 تومن به نفع دولته، ولی اینور 450 میلیون تومن به ضرر مردمه. من به دوستانی که وظیفه سیاستگذاری دارن، وظیفه اجرا دارن تو وزارت راه، توی شهرداری‌ها، تو جا، آقا انصاف داشته باشین برادرها، خواهرها، انصاف داشته باشین. شما 70 80 تومن به نفع خودتون باشه، 400 تومن به ضرر مردم باشه. هاشا و کلا اگه من منان رئیسی نماینده مردم سکوت کنم در مقابل این اجحاف دیگه. اجحاف دارین میکنین به مردم. شما دارین پول اضافه از مردم میگیرین. اگر دروغ میگم یعنی تکذیب کنین. دارین پول اضافه میگیرین، دارین هزینه ساخت و چند برابر از مردم میگیرین. تازه این با فرض اینه که پروژه همزمان تموم شه. تو عمودی سازی معمولا حداقل 1 سال بیشتر پروژه طول میکشه. تورم تو مملکت ما الان تورم حدود 50%. یعنی هر 1 سالی که پروژه بیشتر طول بکشه مردم باید 50% اضافه تر هزینه بدن. لذا هیچ توجیه اقتصادی حتی به لحاظ هزینه آشکار نداره. هزینه‌های پنهانش هم که سر به فلک میکشه. هزینه آلودگی هوا، هزینه مرگ و میر شهروندا به خاطر آلودگی هوا، هزینه آسیب‌های اجتماعی فرهنگی.